ریاست کورای داخلی شهر دوشنبه روز 9 ینور سال 2024 خبر داد که از جانب کارمندان میلیته پایتخت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده برای ویران نمودن ترتیبات در داخل نقلیات جمعیتی شهروند سعیدوف کامل انوارویچ سال تولدش 1979 دستگیر کرده شد. در نوار دیده میشد که سنه 8 ینور سال جاری تقریبا ساعت 16:10 هنگام در داخل اتوبوس خطر رقم 3 قرار داشتنش یک مرد ظاهرا سرخوش با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده است. خود سعیدوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیته میگوید ضمن سنجش معاین کرده شد که نام برده همزمان در حالت سرخوشی قرار داشته، با این عمل و رفتار خود تب دیگر مسافران را خیره نموده باعث ناراضگی شهروندان گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده سعیدوف کامل طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام اوباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه نسبت به وی جزا در نمود حبس مأموری به مدت 15 شبانه روز تعیین کرده شد.